نوابسته از سطح زندگی هر یک قشر جامعه باید در او وطن آزاد و آباد و بدون غم زندگی بکنه. ولی متاسفانه سالهای اخیر خیلی یک مصیبت های زینه به زینه داره بالای مردم ما آمده است. من فکر میکنم سختترین زندگی را در 100 سال آخر اگر ما نظر کنیم در همه شب و روز مردم ما پیاده میکنه، یعنی که میچشه اون سختترین زندگی رو. حتی در زمان شوروی هم نیست شاید ما با این حد زندگی پست و رذیلانه و تحقیرانه و کثیفانه نداشتیم که در این شب و روزها ما و شما داریم. فرقی ندارد چی مرد است، چی زن است، چی کودک است، چی یتیم است، چی بیوزن است. در تمام قشر جامعه امروز ظلم ایتو در راهبران به فرهنگ و به انصاف رسیده است که به اندازه شکنجه و ظلم میکنن که زن گریه میکنن، مرد گریه میکنن، مادر گریه میکنن، خواهر گریه میکنن، حتی وحشیانه داخل میشوند خانه یک انسان، تحقیر میکنن، فشار میارن و بالاخره به هر راهی نباشد اونها رو با بهانه خدمت حربی با بهانه ابلهه میبرند. تحقیرهای زیاد در شعبه پلیس و در دیگر اداره ها میکنند. نقطه‌ای که من امروز میخوام اولا صحبت کنم، ما در تاجیکستان دعوا از اون میکنیم کشوری دموکراسی، قانون محور، حقوق بنیاد، عدالت اجتماعی هست که اینستیتوسیا در اون کشور یعنی رونق یافته است، رواج یافته است و در عموم یک کشوری خیلی مهم، یک کشوری پیشرفته، پیشوا، صاحب استقلال، وطندار و دیگر حرفای را ما ذکر میکنیم. در کشوری که قانون محور است، زمانی از طرف رهبریت کشور سر کرده تا نماینده های حکومت تا افرادی که در حکومت امروزه کار میکنه مدام در حق کنستیتوسیای کشور تجاوز میکنه. آیا میشود که یک نفر طلبات آن قانون رعایت بکنه؟ خصوصا اگر قانون خدمت حربی که میگه شهروند جمهوری تاجیکستان از سن 18 سال بالا شد عهدهدار است که باید به خدمت حربی رو و اگر تحصیل نمیکنه دانشجو نیست و مریض نیست و دیگر اون زینه هایی که از طرف پیزی دکتر معین شده است، کمیسیت حربی معین شده است. وقتی من چندین نواره ها را در شبکه‌های اجتماعی نظر کردم، چنگ زدم داخل سرقانون کشور ماده 22 باب 2 حقوق و آزادی های شهروند یک ماده بسیار عجیب پیدا کردم که میگه که منزل شخص دخل ناپذیر است. با منزل شخص زور اندر آمدن و کسی را از منزل محروم کردن من است، با استثنای موردهایی که قانون مقرر کرده است. سرقانون کشور قانون اساسی که اون را از رحمانوف سر کرده تا خردترین منصبدار قبولش داره، میگه یک سرقانونی ما است، ما قبول داریم، تقریبا دولتداری میکنیم. در این سرقانون در باب ماده 22 میگه منزل شخص دخل ناپذیر است، یعنی هیچ کسی حق نداره که زوراً به منزل یک نفر دیگر داخل شوه و از اونجا هر کاری که میخواه انجام بده، با استثنای موردی که قانون مقرر میکند. یعنی قانون کشور مقرر میکنه، سود قرار قبول میکنه و اون قرار رو اون شخص دستش میگیره، میره داخل نزد خانه شهروند و با قراری سود میتونه داخل بشه. در دیگر حالت خلاف سرقانون کشور، خلاف قانون های اساسی است که امروزها در وطن ما صورت میگیره. خب یک در باب دیگری سرقانون کشور ذکر میکنه که خب ماده 18 هر کس حق زندگی را دارد، هیچ کس از حیات محروم کرده نمی شود با استثنای حکم سود برای جنایتی مخصوصا وزبین.
دخل ناپذیری شهروند را دولت کفالت می‌دهد. به هیچ کس شکنجه، جزا و مناسبت‌های غیر انسانی روا دیده نمی‌شود. مورد آزمایش مجبوری طبی و علمی قرار دادن انسان من است. یعنی در نقطه اول میگه که هر کس حق زندگی را دارد. نقطه دوم میگه هیچ کس از حیات محروم کرده نمی شود با استثنای حکم سود برای جنایت های مخصوصا وزبین. یعنی سود معین میکنه که تا جنایتکاری، تا قاتلی، تا تجاوزکاری، تا خائنی، تا نمیدونم هر جرمی که سود معین میکنه. دخل ناپذیری شخص را دولت کفالت میدهد. یعنی دولت کفیل ما و شما است. یعنی اگر ما عباره شهروند بگیریم، شهروند بین دولت و شهروند یک شرطنامه هست که او را دولت چکار میکنه؟ حفظ میکنه. وقتی من شهروند جمهوری تاجیکستانم، قانونی کشور میگه که دخل ناپذیری شهروند را دولت چکار میکنه؟ کفالت میدهد. یعنی دولت کفالت دهنده من است، من را حفظ کننده است، محافظ من است دولت. وقتی یک نفر با نام نظامی، با نام کارگری نمیدونم امنیت، وزارت کارهای داخلی یا که دیگر بخش و دیگر اداره ها زورن میبیاد داخل خانه من، در اینجا میگه دولت او را محافظت میکنه، کفیل است. با هیچ کس شکنجه، جزا و مناسبت های غیر انسانی روا دیده نمی شود. این پونکت هایی است که در سرقانون کشور ما ذکر شده است. اون سرقانونه که من میگم تجاوز شده است، حکومت رحمانوف داره قبول داره، سوگند با او یاد میکنه و طبق اون سرقانون کشور ما چکار میکنه؟ دولت داری میکنه و حرف میزنه. ولی وقتی که در سطح نظامی، در سطح پلیس، در سطح امنیت، در سطح کارگر یک مقامات دیگر زورن داخل خانه یک شهروند میشوه و اون شهروند رو زیر لط و کوب، زیر شکنجه مجبور با یک ماشین غیر دولتی بدون نامر در ماشین سوار میکنه، اون شهروند میبره زورن به کمیسریت حربی، در اینجا جرمی بینهایت بزرگ از طرف اون نماینده شده است و اینجا در کوتاه‌ترین فرصت نماینده از دولت باید چیکار کنه؟ کفیل من باشه، دفاع از من بکنه. ولی متاسفانه تا امروز ما هیچ یک سندی را ندیدیم که دولت، حکومت امروزه کفیل یک شهروند باشه. وقتی که شهروند زیرش فشار تحقیر میبیا، دولت چیکار کنه؟ زود در پی دفاع او باشه. خب ماده 21 سر قانون میگه که حقوق جبر دیده رو قانون حفظ میکند. من جبر دیده هستم، یک دو نفر صبح آمد جای رخت خواب من در خانه من ماده 22 را خراب کرد، زورن داخل خانه من داخل شد، مرا تحقیرآمیز، فشارآمیز لط و کوب کرد، ماده 17 را تجاوز کرد، مرا گرفت بود با صف قشون‌های سرحدی یا که نمیدونم بر هر عدل و هر شعبه‌ای که باشه. و در این حالت شهروند حقی دعوا کردن دارد، طلب کردن دارد که دولت چیکار بکنه، قانون چیکار بکنه. ما جبر دیده است ملکه در دو ماده سرقانون در اینجا تجاوز و تحقیر شده است. در این حالت میگه که حقوق جبر دیده رو قانون حفظ میکنه، دولت حفظ سودی و جبران این ضرر رو برای جبر دیده کفالت میدهد. این من از 100 ماده انگوش شمار 3 ماده را گرفتم برای شما قیاس کردم و گفتم که در اینجا حکومت جمهوری تاجیکستان و اون مشبچه هایی که با طوری کارمندی نمیدونم شعبه پلیس یا که بخش امنیت یا که بخش قشون های سرحدی یا که دیگر بخش هایی که هستن میبیایند خانه یک نفر تحقیرآمیز داخل میشن، این بابو، این ماده و این بندهایی که من در اینجا گفتم کفالت دهنده یک شهروند است. خب با جان خود جبر کنیم و با خودکشی
دست زنیم.